اگر دوره قرارداد وام مسکن شما در حال اتمام هست، 2 تا گزینه پیش رو دارید. یا میتونید به صورت کلی کل مورگیجتون رو پرداخت کنید و تصفیه حساب کنید، یا میتونید با شرایط موجود قرارداد خودتون رو تمدید کنید. لازم به ذکره که وام دهنده هایی که تحت قوانین فدرال ثبت شدن ملزم هستند 21 روز قبل از پایان ترم شرایط جدید رو برای شما ارسال بکنن و شما 21 روز فرصت دارید برای اینکه در خصوص این شرایط تصمیم گیری کنید. ولی در بازار رقابتی امروز تا 6 ماه قبل از پایان ترمتون هم میتونید در خصوص شرایط جدید با وام دهنده‌تون مذاکره کنید. نکته‌ای که در خصوص رینیوال وجود داره این هستش که فقط بحث اینترست ریت نیست. یعنی شما با شرایط اقتصادی جدیدتون میتونید در خصوص اینکه فیکس ریت باشه یا واریبل ریت باشه، در خصوص اینکه میزان اقساطتون به چه صورت باشه، یا حتی تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا با این وام دهنده ادامه بدید یا وام دهنده جدید رو انتخاب کنید و با شرایط بهتری با اون قرارداد ببندید هم میتونید تصمیم گیری کنید. تمدید قرارداد یکی از مهمترین تصمیماتی هست که شما برای چند سال آیندهتون میتونید بگیرید و با انتخاب درست وام مورد نظر خودتون میتونید تا چندین هزار دلار صرفه‌جویی در پرداختی‌های آینده خودتون داشته باشید. اگر قصد رینیوال کردن وامتون رو دارید، با من تماس بگیرید تا با توجه به شرایط فعلی شما بهترین گزینه رو در اختیارتون قرار بدم.